سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. کاوه ولیزاده هستم، کاوه تریدر، و توی این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم چطوری روی اپلیکیشن صرافی بینگکس معاملات دمو انجام بدید بدون اینکه سرمایه‌تون به خطر بیفته. چیزهایی که یاد گرفتید چه تو دوره ستون ترید و چه کتاب سیمپل تریدینگ بوک رو روی لایو بازار پیاده و تمرین رو تکرار کنید که بتونید عمیق‌تر و درک بهتری از عملاً این مفاهیم داشته باشید. برای این کار بعد از اینکه تو صرافی بینگکس افتتاح حساب کردید که قبلا آموزشش رو براتون گذاشتم و بهتون بگم که وقت شمایی که با لینک ما ثبت نام کردید 35% تخفیف تو کارمزد معاملات فیوچرز، اسپات و کپی ترید براتون شامل شده که عدد خیلی قابل توجهی به حساب میاد. میتونید بیاید وارد بخش معاملات فیوچرز بشید از این پایین. وقتی که وارد این بخش میشید این بالا یه دونه 3 نقطه است. روی 3 نقطه من بزنم یه سری بخشا میاد برای من باز میشه. من الان میام اینجا روی گزینه دمو تریدینگ میزنم. وقتی که من گزینه دمو تریدینگ رو وارد کنم اینجا همونه، فقط به هم امکان اینو میده که معاملات رو به صورت دمو و بدون درگیر شدن سرمایه من انجام بدم. هر وقتم بخوام ازش خارج شم اینجا گزینه اکسیت رو اگه بزنم از حالت دمو خارج میشه. بالفرض من الان میام اینجا، شما فرض کنید مثلا روی بیت کوین اهرمو میتونید از این بالا عین همون واقعیش دیگه، مثلا اهرمو میذارم رو بالفرض 10 اوکی رو میزنم. میخوام یه دونه معامله به صورت مثلا مارکت روی بیت کوین باز کنم، مثلا یه دونه بیت کوین رو میخوام لانگ کنم. اینجا نمیشه لانگ دمو، شورت دمو. من میام یه دونه لانگ دمو انجام میدم و الان یه دونه معامله رو به اصطلاح من روی بیت کوین باز کردم، یعنی یه دونه بیت کوین رو من اومدم روی حساب دمو اینجا لانگش کردم. اینجا هم میبینید مثلا الان 6 VST این عملا روی سوده. حالا این چیزی که بهتون میاد نشون میده دلار نیست، فهم میکنه مارجینتون ارز VST که ارز خود صرافی در نظر میگیره. ولی به همین ترتیب شما میتونید تمریناتتون رو انجام بدید. چارتا رو اینجا میتونید چک کنید روی خود عملا صرافی بینگکس، میتونید چارتا رو روی تریدینگ دو هم چک کنید و بیاید به همین راحتی اینجا معاملات دمو رو انجام بدید. گفته بودین چطوری میتونیم افتتاح حساب دمو رو داشته باشیم. روی یه بروکر هم بهتون این حساب دمو رو یاد میدم چون خیلی مهمه تو پروسه یادگیریتون. فقط روی گذشته بازار نمونید. قبل از اینکه پول واقعیتون رو وارد کنید بیاید فوروارد تستاتون رو روی حساب دمو انجام بدید. مطالب کتاب و دوره ستون ترید روش تمریناتش رو روی حساب دمو انجام بدید. خیلی 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 فرق میکنه روی معاملاتی که قرار توی بازار داشته باشید. امیدوارم ویدیو براتون مفید بوده باشه. سوالی داشتید حتما بپرسید. به زودی کانال کمک تحلیلمون هم راه میفته. رایگانه بهتون میگم چطوری میتونید عضوش بشید، شرایط عضویتش چیه. پس حواستون به کانال باشه. پر از پول و پر از سود باشید. بهترینا رو براتون آرزو میکنم. فعلا خدا نگهدار.